دوشنبهش عید شکرگزاری است. ما یک شنبهش که اینجا جمع میشیم بعد از جلسه کلیسایی، خب طبق روال همیشه اینجا میریم میشینیم با هم چای و قهوه و بیسکویتی شیرینی چیزی با هم دیگه مشارکت داریم و بعد به خونه هم میریم. هفته آینده به خاطر عید شکرگزاری عزیزان میتونن هر کس به اندازه خانواده خودش، شخص خودش، خوراک خودش رو بیاره اینجا و دور هم بشینیم و با هم دیگه بخوریم. هدف از این مشارکت تحقق یکی دیگر از اهداف کلیساست، وگرنه هر کی میتونه بشینه تو خونه خودش غذاشو بخوره، کسی کاری نداره. ولی این شراکت چیزی است که در کلام خدا آمده که یاد بگیریم در مسائل مختلف زندگی یکدیگه با هم سهیم باشیم، فرصت داشته باشیم برکات رو از دیگران بشنویم، فرصت داشته باشیم به دیگران شهادت بدیم. اگر خاطرتون باشه پولس در بحث عشای ربانی وقتی که مسیحیان قرنتوس رو توبیخ میکنه میگه تو خونه خودتون خونه ندارید که برید بشین غذاتون رو بخورید، چرا هر کی دور هم جمع میشید هر کی غذای خودش میکشه جلوی خودش، از غذاهای همدیگه میخوریم، نه به این عنوان که ببین آشپزی نداریم یا بعد بریم شور نه به خاطر این چیز، به خاطر اینکه ما احتیاج داریم از هم تشویق بشیم عزیزان. این دنیا ما رو تشویق نمیکنه، این دنیا با ما خوب نیست، این دنیا هر کس که پشت سر عیسی مسیح حرکت بکنه باش خوب نیست. پس یاد بگیریم این مشارکت ها رو با همدیگه داشته باشیم، صرفاً برای اینکه همدیگه رو تقویت کنیم، همدیگه رو تشویق بکنیم. پس برای هفته آینده به خاطر داشته باشید ما بعد از جلسه همدیگه رو پذیرایی میکنیم. در واقع اینطوره، هممون همدیگه رو پذیرایی. خب اما اون که میخوام از کلام خدا امروز با شما در میان بگذارم با این پرسش آغاز میکنم. اگه از شما سوال کنن رابطتون با عیسی مسیح چطوره، چطور جواب میدید؟ یکی اومد به شما گفت رابطه شما با عیسی مسیح چی؟ یعنی چی رابطه داری با عیسی مسیح؟ تشریح میکنی برای من رابطت با عیسی مسیح؟ چی بهش میگیم؟ میگیم رابطم خیلی عالیه، میگیم رابطم خیلی خوبه، یا میگیم رابطمون ای خوبه بد نیست، مساعده، آره بد نیست. خدا رو شکر. و حالا من میخوام یک چیزی فراتر از یک جمله کوتاه خوب عالی مساعده بگم. میخوام از یکی از مردان کتاب مقدس سوال کنم. برادر پولس، رابطه شما با عیسی مسیح چگونه است؟ رابطت رو با عیسی مسیح چطور تشریح میکنی؟ و برادر ما پولس در رساله دوم تیموتائوس باب 1 آیه 12 به ما جواب میده. دوم تیموتائوس باب 1 آیه 12. و از این جهت این زحمات رو میکشم بلکه عار ندارم، چون میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. این پاسخ پولس رسول هست به تشریح نوع رابطه‌ای که با سرورش عیسی مسیح داشت. او این رساله رو در زمانی می‌نویسه که در دوران دوم اسارتش هست و چند قدم بیشتر با مرگ فاصله نداشت و به زودی اعدام میشد. البته پولس رسول چون سیتیزن و شهروند رومی محسوب میشد، نوع مرگش با بقیه فرق میکرد. در امپراتوری عظیم و معظم روم اگر کسانی رو که غیر رومی بودن میخواستن اعدام کنن با صلیب میکشتن، مثل عیسی مسیح که زجر بکشه و بمیره. برای اونایی که سیتیزن بودن این امتیاز رو داشتن، میگفتن سرشو با شمشیر میزنی. سیتیزنی خوبه نه؟ همه عاشق سیتیزنی هم. فکر نکنید همه جا سیتیزنی هم خیلی خوبه. خب در چنین شرایطی پولس چند نکته خیلی مهم از رابطش با عیسی مسیح برای ما تشریح میکنه. اولین چیزی که پولس در اینجا میگه در واقع میخواد بگه رابطه او با مسیح بر اساس یک یقین کامله. به طور قاطع میگه من میدونم
من رابطم رو با عیسی مسیح به یقین میدونم که کاملا متصل هست، هیچ شکی درش نداره. چرا؟ چون رسیدن به یقین در ارتباط با مسیح خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون اولا ما او رو در جسم نمیبینیم که به طور فیزیکی بخوایم دستشو بگیریم، ما به واسطه روح القدس با او در ارتباطیم. پس خیلی مهمه که این رابطه رو حفظ کنیم با او. ثانیاً دشمن ما ابلیس همواره سعی میکنه در دل ما نسبت به راستی و محبت و حضور عیسی شک ایجاد کنه. از مصائب و سختی های زندگی ما گرفته تا انواع اقسام مکرها، تا در دل ما نسبت به او تخم شک رو بکاره. وقتی ما به او شک بکنیم، در نهایت به باورهای خودمون شک کردیم و در نهایت زندگی روحانی خودمون رو به دست خودمون برباد دادیم. پس این خیلی مهمه که شخصی که با عیسی مسیح در ارتباطه بتونه این اقرار رو بکنه: من میدونم به کی ایمان آوردم، من یقین دارم، من با یقین قاطع میگم من با عیسی مسیح زندگی میکنم. آیا امروز اگر کسی از شما این سوال بکنه، این یقین در تون صدای شما شنیده میشه؟ جرأت دارید بگید من میدونم من با مسیح زندگی میکنم، هر اتفاقی هم که میخواد بیفته بیفته. اما او این یقین رو از کجا آورده بود؟ رابطه او با عیسی مسیح مبتنی بود بر فهم و درک مکاشفه شخصی از عیسی. میدونید که پولس رسول که جزو 12 شاگرد عیسی مسیح نبود، بعدها در ملاقاتی که با مسیح داشت به مسیح ایمان آورد. او مکاشفه شخصی داشت از عیسی مسیح، خودش چشیده بود. من شمالیم، غذاهای شمالی رو فکر نمی کنم کسی پس بزنه. میزنه؟ نمیزنه. من میتونم الان براتون عالی ترین و بهترین شکل ممکن غذاهای شمالی رو تشریح بکنم. جوری هم بگم که یه آبی به دهنتون هم بیفته. اما اصلا قابل مقایسه با این نیست که خودتون یک بار بچشید. خیلی تفاوت میکنه که ما یک چیزی رو بشنویم، حتی خیلی هم عالی بشنویم و حتی باور بکنیم، تا آنکه خودمون تجربه بکنیم. کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. رابطه شخصی ما میباید از طریق مکاشفه با شخص عیسی مسیح باشه. من نمیتونم به وسیله تعاریفی که در کلیسا میشنوم، از معلمین کتاب مقدس، از سایر ایمانداران میشنوم، بگم من رابطه دارم با عیسی مسیح. چطور چنین چیزی ممکنه؟ من تا خودم با او در ارتباط نباشم. یوحنای رسول میگه دستهای ما لمس کرد کلمه حیات رو، از آنچه دیده و شنیده ایم به شما داریم میگیم. تا این ارتباط شخصی من با عیسی مسیح برقرار نشه، من نمیتونم راجع به عیسی مسیح به کسی چیزی بگم. اگر هم بگم باد هواست. ببخشید، معذرت میخوام این اصطلاح رو به کار میبرم، چون یه چیزی شنیدم دارم به یکی دیگه هم میگم. هیچ اعتقادی هم درش نیست، هیچ یقینی هم درش نیست. من چون با عیسی مسیح در ارتباطم به کلیسا میام، چون با عیسی مسیح در ارتباطم در آیین عشای ربانی شرکت میکنم، نه اینکه چون در عشای ربانی شرکت میکنم با مسیح در ارتباطم. میدونستید ممکنه کسی در عشای ربانی شرکت کنه و با مسیح در ارتباط نباشه؟ میدونستید کسی ممکنه خیلی هم اهل کتاب مقدس باشه، انواع اقسام کتاب مقدس هم داشته باشه، ولی با عیسی مسیح ارتباط نداشته باشه؟ اون ارتباط و اون مکاشفه شخصی که شخص با عیسی میگیره خیلی چیز دیگری است. اگر در ابتدای ایمانمون با مطالعه کتاب مقدس، با شنیدن پیام‌هایی از کلام خدا، این ارتباطات منجر به رابطه قلبی و شخصی من با مسیح نشه، دیگه هیچ چیز دیگه فایده‌ای نداره. هیچکی نمیتونه با ایمان دیگری زندگی بکنه. هیچکی نمیتونه با ایمان دیگری بگه من یک مسیحی هستم چون فلان یک مسیحی است. یه برادر خیلی خوبی داشتیم، خیلی برادر عزیزی هست. ایشون تازه با مسیح آشنا شده بود. یک برادر خیلی قوی، محکم، قوی هیکل، قدرتمند و خیلی با محبت،
خیلی با محبت. یادم اون روزها راجع به محبت مسیح، بخشش و براش جالب بود که چطور میشه آدم بتونه دشمنانش رو ببخشه، چطور میشه اگه کسی به صورت راستش کشیده زد چپ رو بگردونه. یک شب دزد میاد خونشون و از روز بعد برای من تعریف میکنن این رو، خودشون و همسرشون. میگن یه دزد اومد، ما نصف شب صدای دزد شنیدیم و ایشون کسی بود که میتونست کاری بکنه که اون دزد تا ابدالآباد یادش نره، که دیگه هرگز دست به دزدی نزنه. میتونست این کارو بکنه، واقعا میتونست. ولی اونجا تازه به مسیح ایمان آورد و میگفت چیکار کنم حالا من؟ بعد اون موقع خودش جدی میگفت، ولی بعد ما کلی خندیدیم با هم. گفت بزنم، گفتم من الان کشیش امیده کجا گیر بیارم از این سوال کنم من باید چیکار بکنم؟ باید شخصا با مسیح ارتباط بگیریم، باید شخصا بذاریم روح القدس در وجود ما رسوخ پیدا بکنه، وارد بشه، ما رو ملاقات بکنه. بدون داشتن ملاقات شخصی با عیسی مسیح نمیتونیم بگیم من یک مسیحی هستم. فقط دریافت مکاشفه شخصی از مسیحه که میتونه در چالش‌های زندگی ما رو یاری بده و کمک بکنه. پولس رسول در جواب تشریح رابطش با عیسی مسیح میگه، در جنبه دیگر میگه من افتخارم اینه که با عیسی مسیح ارتباط دارم. پولس میگه عار ندارم از این رابطه، خجالت نمیکشم. رابطه من با مسیح باعث افتخار و سربلندی منه. اینو کی میگه؟ در لحظاتی که همین رابطه او رو در چند قدمی مرگ قرار داده بود. به خاطر همین رابطه قرار بود شاید چند روز دیگه سر از تنش جدا بشه، ولی باز ایستاده بود و میگفت به رابطه‌ام با مسیح افتخار میکنم. امروز مسیحیان زیادی در دنیا هستند که بعضی ها جرأت این رو دارن، با شهامت ایمانشون رو اقرار میکنن، بعضی ها هم نه، بعضی ها هم بالاخره خطرات هست، فشارها هست. ولی فکر نکنیم خطرات و جفا و بگیر و ببند و داغ و درفش و زندان هست که فقط باعث میشه افراد در یه حالتی قرار بگیرن حالا شاید جرأت نکنن اون افتخار رو نسبت به ایمانشون به مسیح انجام بدن. امروز در زمانه ما، در دنیای ما، مقوله های دیگری هست که جلوی ایمان مسیحی و اعتقاد به مسیح قد علم کرده که کاری بکنه که دیگران به چشم تحقیرآمیزی به ایمان مسیحی نگاه بکنن. بعضی‌ها شاید از ترس تمسخر شدن، از ترس اینکه توسط دیگران دست انداخته بشن، شاید جرأت نکنن که بگن من مسیحی هستم. امروز در غرب و در فرهنگ غرب اینقدر اندیشه ها و فرهنگ ها و حتی قوانین متفاوت و عجیب و غریبی وجود داره که ایستادگی روی ایمان مسیحی شهامت میخواد. شهامت میخواد که شخص وایسه و بگه من ایمان دارم به عیسی مسیح، خجالت هم نمیکشم، افتخار میکنم که با عیسی مسیح در ارتباطم. تنها کسی که میتونه استحکام رابطه شخصی با عیسی داشته باشه میتونه بگه من خجالت نمیکشم. همه نمیتونن این رو بگن. امیدوارم شما هم به رابطتون با مسیح افتخار کنید. در این حال پولس وقتی از کیفیت رابطش با مسیح صحبت میکنه به یک عامل دیگری هم اشاره میکنه. او از قدرتی صحبت میکنه که این قدرت حاکمیت بر رابطه او با عیسی داره. میگه خداوند من قادر است. یعنی از یک رابطه قوی و نیرومند با مسیح برخوردارم. رابطه‌ای که اتفاقات مختلفی که تو این دنیا میفته نمیتونه رو رابطه من با مسیح هیچ تأثیری بذاره. در رساله رومیان باب 8 پولس رسول میگه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است که به خاطر تو هر روزه کشته و مثل گوسفندان ذبیحه شمرده میشویم. و این قسمتش جالبه. پولس میگه زیرا یقین میدانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت‌ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت
که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. بله، پولس میگه خدای من قادره. کیفیت رابطه من با مسیح چنین کیفیتی است. اتفاقات گوناگونی میتونه تو زندگی ما رخ بده، اتفاقاتی که میتونه تأثیرات عمیقی حتی روی باورهای ما داشته باشه. خیانت دیدن از نزدیکان، از دست دادن کسانی که دوستشون داشتیم. همیشه داغ و درفش نیست، همیشه بگیر و ببند نیست، همیشه زندان نیست. خیلی اتفاقات دیگه هم میتونه بر باورهای ما و حتی بر روابط ما تأثیر بگذاره. در زمان حکومت آلمان نازی نیروهای مقاومت به شدت با او می جنگیدن، با این حکومت در کشورهای مختلف، در فرانسه و جاهای مختلف، و پارتیزانهای بسیار قدرتمندی مدتهای مدید در برابر این نیروی جهنمی ایستادگی کردن. یکی از اونها یک پارتیزان بسیار قدرتمندی بود که به تنگ آورده بود نیروهای نازی رو و برای سر او جایزه قرار داده بودن و نمیتونستن او رو دستگیر کنن و در جاهای مختلف به نیروهای آلمانی صدمه میزد تا اینکه یک روز بالاخره به دام افتاد. وقتی به دام افتاد، اینها دقدلی تمام اون مدت رو سرش پیاده کردن. برای اینکه زبان باز بکنه و اسرار رو فاش بکنه، انواع اقسام شکنجه ها رو روی این شخص امتحان کردن، ولی مثل کوه ایستاد. در نهایت یکی از بازجوهای نازی یک جمله گفت. با یک جمله این مرد که مثل کوه بود از درون ریخت و تسلیم شد. به اون جمله این بود: میدونی ما چطور تو رو دستگیر کردیم؟ پسرت تو رو به ما فروخت. پسرت به تو خیانت کرد. وقتی این جمله رو این مرد شنید، ریخت. خیلی اتفاقات تلخ و ناگواری در این دنیا میتونه در زندگی ما رخ بده که روی افکار ما، روی اعتقادات ما، روی روابط ما تأثیر بگذاره. اما رابطه‌ای که ما با عیسی مسیح برقرار میکنیم، اگر این رابطه واقعی و حقیقی باشه، تحت هیچ عنوان، حتی در خیانت‌ها نیز، شکننده نخواهد بود. و بالاخره آخرین تشریحی که پولس از نوع رابطه‌اش با عیسی مسیح میکنه، اون رو به عنوان یک رابطه مستدام دائما تا انتهای زندگی بیان میکنه. یک رابطه روزانه. میگه خداوند من قادره امانت مرا تا به اون روز نگه. کدام روز؟ تا اون لحظه‌ای که روح از جسم من خارج میشه. کدام روز؟ اون لحظه‌ای که من برای همیشه به حضور پرجلال پادشاه آسمانی وارد میشم. رابطه با مسیح یک رابطه دینی موقتی نیست. یا رابطه هست یا نیست. اگر هست نمیتونه مستدام نباشه. چطور ممکنه کسی این رابطه رو داشته باشه و یه روز بگه دارم، یه روز بگه نمیتونم، شک دارم، یه روز بگه حالا ممکنه؟ مگر میشه کسی این ارتباط رو داشته باشه و نتونه این سه اصل رو در زندگی خودش نگه داره؟ دعا، کتاب مقدس و شراکت روحانی با مقدسی. مگر میشه چنین چیزی؟ میدونستید امروز در دنیا مسیحیانی هستن که آرزوشون اینه که روزی یه جلد کتاب مقدس داشته باشن؟ آرزوشونه. میدونید مسیحیانی هستن که آرزوشونه که فقط در یک جلسه کلیسایی شرکت کنن؟ آرزوشونه. همین هفته پیش خاطرتون هست عزیزی بین ما بود که به علت مسافرت رفت به کشور دیگری و میگفت مدت ها بود که نمیتونستم توی جلسه کلیسایی شرکت کنم و چقدر لذت میبرد. خیلی آرزوشونه. من به یاد دارم خاطری از یکی از شهدای پر افتخار کلیسا، کشیش مهدی دیباج رو به یاد بیارم که وقتی از زندان آزاد شد بعد از 9 سال و 27 روز در زندان که 2 سال و 4 ماهش فقط انفرادی بود، وقتی یک شب با بقیه خادمین نشسته بودیم و با هم پرستش میکردیم و دعا، نیمه شب گذشته بود، میخواستیم بریم بخوابیم، هنوز میجوشید. گفتیم برادر خسته نشدی؟ گفت
من مثل ماهی هم که تازه افتادم تو تونگ آب. من خستگی چیه؟ من دارم لذت میبرم از این. چقدر آدم ها هستن که تشنه اینن که یک بار در یک جلسه کلیسایی شرکت کنن، چون قلباً رابطه قوی با عیسی مسیح دارن. چقدر آدم ها هستن که تشنه این هستن که یک جلد کتاب مقدس داشته باشن، در این ندارن، مجبورن که اینترنتی اینور اونور، یه جمله از این، یه کاغذ از اون. آیا ما با این همه امکاناتی که در اختیارمون هست، آیا واقعا به اهمیت رابطمون با عیسی مسیح پی بردیم؟ مگر میشه کسی از این چشمه بنوشه و مشتاق اون نشه؟ مگر میشه کسی این لمس و ملاقات رو از مسیح دریافت بکنه و بعد بیخیال باشه؟ مسیحی که پولس داره ازش صحبت میکنه مسیح شماست. روح القدسی که پولس داره ازش صحبت میکنه روح القدس شماست. فرقی نداره، همان عیساست، همان خداونده، همان تثلیث مقدسه. اما یک سوال اینجاست: آیا امروز رابطه شما با عیسی مسیح دارای یک چنین کیفیتی هست؟ و اگر کسی از شما سوال بکنه رابطه شخصیتون رو با مسیح چطور توصیف میکنید، چه خواهید؟ دعا.